میفرماید که شیطان در 3 جای آدم است: در چشم آدم، در سر آدم، در آله مردی آدم. و اگر خواهرها است از اونا هم همین قسم نام گرفتنش که درست نیست، ما بگوییم که آله در اونا هم. خداوند نجات بده ما و شما را حتی از اونا، از خواهرها. حضرت ابن عباس میفرمایند که در عورت پشت سرشان شیطان. پارسال که حج رفته بودیم، نه پرار سال هم حج رفته بودیم و این سال تا به حال نرفتیم. هنوزم امید دارم که یک هفته پیش اگر اون کار جور شود که حج بریم. یک شوق است دیگه. خداوند به این شوق معنوی هر کدام میتونه برسونه. تا تصمیم نیست نرفتیم. حتی در حرمین شریفین بعضی از دوستای بعضی ها جوان می آمدن میگفتن مولوی صاحب این تو دخترای مقبول در بیت الله آمده که استغفر الله. حضرت عبدالله ابن مسعود امام غزالی رحمه الله نوشته میکنن که یک روز به دهن دروازهشان بیرون شدن، یک بچه خوشچهره و امرو آمد چیخ زد، او صحابه رسول خداست. داخل شد. حضرتش گفت چه خبر ای عبدالله؟ گفت قریب هلاک شده بودم. چرا هلاک شوی؟ گفت قریب نظرم به یک امرود برهنه صورت، جوانی برهنه صورت قریب کرده بود یا نوجوان، قریب هلاک شده بودم. زنش گفت خب زن نیست، دختر نیست. عبدالله ای فقیه صحابه. حضرت عبدالله ابن مسعود فرمود اگر با زنان یک تا شیطان باشد با جوانان خوش سیرت و نوجوانان خوش صورت 70 شیطان است. میشنوید گپا؟ 70 شیطان. این تو آدمایی هست از برکت تقوا. ابن قیم هم در کتاب خود نوشته میکنه که به قلبش یک فراست برش نصیب میشه که طرف کسایی که همین عمل زشت داره ببینن میشناسه که همین آدم بچه بار زده که بار. استغفر الله. بزنین زنها را با جایش بزنن، نرم که از جایش. میفهمین کجا هست؟ نرم که از خیلی چون تست تکید لگت بزنن. یک ذره بفهمه که این شاور سیاست مدار هست. اگر بیرایی کرد در جایی که میده نمیشه بزنه. ولی تفسیر مظهری گفته اگر زن بی حیایی کنه، گفته در اون جایش که اگر بزنه میدان شو باز جه پروا نداره. ولی در این حالتی که نافرمانی میکنه به تو خدا نزدیک نمیکنه، تو را خوش نداره، باز در جایش بزنه که استوارکش میده نشه ینگی مانه. وضربوهن بزنید، اما به طریقه شرعی بزنید. پیغمبر علیه السلام میگه عصایتان از سر فامیلتان دور نکنید. پای شوهر بوسه زدن ثواب داره یا گناه؟ نه تنهایی که گناه نداره بلکه ثواب داره. پای یک جای